امروز یک نفر بر ما یک سوال دیگر هم کرد. همین مراجعتم برای برادرای در غریبی هم از من خواهش کردند، سوال کردند که حاجی بابا اگر یگان سوال و جواب ها شد همین را داخل کن که بسیاری از مهاجرها گویم زنهاشون در همین جا میگذارن و خداشون رفته سالها مقصد در ملک های غریبی گویم دنبال کار و زحمت میگردن، ولی همین گفت بسیار عاقبت های ناخوب آوردی سه. برادرای عزیز و من که در چندین سفرهایی که داشتم این مصلحت و این سخنها را بسیار تاکید کرده بودم. باز میگم تا که حقیقتا برای زن برادرای عزیز بسیار مشکله، بسیار مشکله. اگر در بین خانوادگی ها باشد و از طرف خانوادگی ها در حقش با کم کمک ظلم و جبر کنن، اینش یک طرف، و اگر در بین خانوادگی ها هم باشد یا تنهایی هم باشد، این طرف مقصد به هر حال او یک خواهش نفسانی دارد، همخوابگی دارد. وقتی همون لحظه آمد، همون ساعت آمد، ولی شما را وقتی که نمیبیند، شاید که در همون جاگه خوابش آتش زند، شاید که مقصد دست به کار حرام زند، ولی سببگار این کی است؟ سببگار این شماها هستین برادر عزیز. برای من کدام شما ذره امکانیت دارین شما همراهتان بگیرین برین. برای این خدا خواهد همونجا هم برای شما کمک میکنن، در برابر شما ایستاده بعضیاشون کار میکنن. ببینین برای من خوبی هاش بسیار است که اگر همراهتان باشد. در اینجا بودند هم اگه من گمانی بد ندارم، مرا سوال کردن، ولی به هر حالم که باشد شما باید خودتان احساس کنین که چگونه که برای خودت در تنهایی مشکلات هست، برای اینم در اینجا مشکلات هست. فقط حل این مشکلات با بردن همو خانوماتان می شود. الله مهربان ایمانمون کامل خاتمه کار هممون به خیر گرداند. آمین یا رب. السلام علیکم و رحمت الله.